ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. درود بر دوستان گرامی. امروز شنبه 18 فروردین 1403 و اینجا بوستان نهج البلاغه و این کار و این ویدیو مربوط به اولین جلسه تمرینی برای کسب آمادگی جسمانی در این دوره برای صعود به قله دماوند هست. با امید خدا برنامه داریم که با انجام تمرینات منظم و برنامه‌های کوهنوردی که به همراه دوستان تنظیم می‌کنیم و ترتیب میدیم آمادگی خوبی پیدا کنیم برای صعود به قله دماوند در اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه 1403 به همراه دوستانی که تا حالا اعلام هماهنگی کردن و اعلام آمادگی کردن و دوستانی که حالا در آینده به ما اضافه خواهند شد و در این مسیر با امید خدا به همراه دوستان صعود خوب با صفا و موفقی به قله دماوند داشته باشیم در اولین صعود انشالله اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه، صعود بعدی اواخر تیر ماه و آخرین صعود در پایان تابستان اواخر شهریور ماه. خب ویدیوهای کوتاهی رو ضبط میکنم از تمریناتی که انجام میدیم اگر دوستان همراهی کنن در انجام تمرینات، وگرنه تمریناتی رو که خودم انجام میدم و در ادامه صعودهایی که خواهیم داشت به قله توچال که در دوردست‌های تقریباً دوردست‌های این ویدیو میبینید و با امید خدا بقیه کوههایی که در اطراف هست صعودهایی رو انجام میدیم تا قبل از صعود به قله دماوند. و در این راه خواهش میکنم از دوستانی که تجربه، دانش، اطلاعاتی دارند در مورد نحوه انجام تمرینات و یا تغذیه مناسب برای کسب آمادگی بهتر، اطلاعات، تجربیات و دانششون رو دریغ نکنند. این ویدیو و ویدیوهای دیگر رو در کانال یوتیوب هم که به تازگی راه اندازی کردم انشالله بارگذاری میکنم. دوستان عزیز ببینید، در اونجا به من پیام بدید، کامنت بذارید، اگر قابل لایک دونستید لایک کنید و زنگوله کذایی رو هم بزنید و اصطلاحاً سابسکرایب کنید که دوره هم گروه خوبی رو تشکیل بدیم، گروه دوستانه و صمیمی که میتونه کمک کنه به بهتر آماده شدن برای صعود. فعلا همه رو به خدا میسپارم تا ویدیوهای بعدی. کانال یوتیوب رو هم در کنار همین ویدیو قرار میدم، ببینید و بقیه مواردی که عرض کردم. روز و روزگار بر همه خوش.